در آیه قرآن سعی کنید چی میگه الله سبحانه و تعالی؟ میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. پس اینجا دو چیز بر انسان نشان میده که مسلمان اول باید کافر شود. فمن یکفر بالطاغوت، اول باید کافر شوی. به چی کافر شوی؟ اول به طاغوت کافر شوی. طاغوت کی است؟ طاغوت کسی است که میخواد که قانون مخالف قانون الله بسازه. طاغوت کی است؟ اگر از پیش شما در سوال امتحان براتون سوال بیارم که طاغوت تعریف کنین، چه قسم تعریف میکنین؟ طاغوت کی است؟ کسی که پس طاغوت کیست؟ انسان است که قانون مخالف قانون الله میسازه. خود مطرح میکنه میگه بین بر من رکوع کنین، بین بر من سجده کنین. پس این طاغوت است. این طاغوت، آیا طاغوت فرد است یا گروه است و یک اندیشه هست؟ آفرین. کسایی که در درس اول بودن میفهمن که طاغوت گاهی در لباس یک فرد می باشه. اقسام طاغوت سه قسم است. یا طاغوت به شکل یک فرد ظهور میکنه، طاغوت به شکل یک فرد ظهور میکنه. مثل فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، من خدایتان هستم، من براتون قانون میسازم، بین بر من عبادت بکنین، بین بر من سجده کنین، بین از قانون من پیروی بکنین. پس طاغوت قسم اولش فرد است. کدام طاغوتا؟ مثلا طاغوت فرعون یک طاغوت بود، هامان یک طاغوت بود، شداد یک طاغوت بود، نمرود یک طاغوت بود، ابو جهل یک طاغوت بود و در عصر ما و شما استالین یک طاغوت بود، مارکس یک طاغوت بود. این طاغوت کی است که به ضد قانون الله، قانون غیر الله را میخواد که تطبیق شود. و این طاغوت احیانا به شکل فرد می باشه، احیانا طاغوت به شکل یک گروپ می باشه، یک حزب می باشه، یک سازمان می باشه، یک اندیشه، یک سازمان سیاسی می باشه. مثل نشنالیزم یک سازمان سیاسی است که اساس و مبدأش ضد قرآن به قوم پرستی و ترجیح یک نسل، این نشنالیزم است. سوسیالیزم، سکولاریزم، اینا کلشان کسایی هستند که اینا قوانین چی هستند؟ جماعت ها و گروه های هستند که اینا طاغوت هستند به شکل چی؟ به شکل یک گروه، به شکل یک سیستم، به شکل یک حزب. پس حزب کمونیستی، حزب سوسیالیستی، حزب دموکراسی، سوسیال دموکرات، حزب نشنالیستی، حزب پشتونخوا، حزب ستم ملی، اینی کلش احزابی هستند که یا احزاب طاغوتی هستند. چرا؟ اینا در اساس نامه حزب ازیا قوانین ضد قانون الله هست. وقتی که اساس نامه‌اش بخوانی و این مقایسه بکنی که با قرآن در تضاد است، یکی حزب الله هست و یکی حزب شیطان. حزب الله گروهی هستند که قانونشان مطابق قانون قرآن است و حزب شیطان امی طواغیت هستند که قوانین از اینا ضد قانون الله است. پس احیانا طواغیت در لباس یک گروه یا یک حزب، یک گروه سیاسی تبارز میکنه و احیانا هم طاغوت در لباس یک اندیشه، یک فکر، یک فلسفه‌ای که انسان میگه که اصلش شادی است، یک فلسفه طاغوتی است. چون در قرآن میگه که ولقد کرمنا بنی آدم، ما کی رو کرامت دادیم؟ بنی آدمه. پس اصل بنی آدم است، مکرم است. اگر ما بگیم اصل ما شادی هست، پس کرامت به شادی برمیگردد، چون اصل
پس داروینیسم یک اندیشه طاغوتی است. سکولاریسم یک اندیشه طاغوتی است. چرا؟ در این اندیشه قانونی است که دین باید از ساختار جامعه دور باشه. دین نمیگن یک چیز فردی است. تو میتونی بری در مسجد دیندار باشی، در کلیسا دیندار باشی، در مندر بری دینداری بکنی، لکن وقتی که در ساختار سیاسی، اقتصادی، تعلیمی، تربیوی جامعه آمدی، بازی یه دین نیست. پس یک سکولاریسم خودش یک اندیشه طاغوتی هست. دموکراسی چی میگه؟ دموکراسی میگه که ما قانونی که خدا ساخته چیزی رو به نام آسمانی نمیشناسیم. بزرگای دموکراسی یکی خودت است که یشتکا و خرزابطای دموکراسی گپ میزنن. ما که خرزابطا جنجال نداریم. فکرتان باشه همیشه که خرزابطا جنجال نکنین، گپای جنرالایش بشنوین. اینال جنرالای دموکراسی چی میگن؟ جنرالای دموکراسی میگن که ما باید قانون پایان کنیم از آسمان به زمین، حکومت مردم توسط مردم برای مردم. پس اینجا چیزی در دموکراسی به نام آسمانی وجود نداره. از این خاطر اینه میگن که انسان سالاری چی معنی؟ یعنی انسان سالار قانون ساز است. انسان کسی است که قانون میسازه. پس خود دموکراسی از دیدگاه قرآن یک اندیشه طاغوتی است. چرا که قانون برای بشر میته. پارلمان اگر گفت شراب حلال است، اوکی شراب حلال است. اگر پارلمان گفت شراب حرام است، شراب حرام است. هر چیزی رو که هر قانونی رو که میسازه کی میسازه؟ پارلمان میسازه. پس پارلمان گروه از طواغیت هستند که قانون ضد قانون الله میسازه. کابل بانک کار کنه یا نکنه 6% 7%. پارلمان چی میگه؟ اگر پارلمان اعضای از مسلمان باشه میگه برادر نه اونجا خواهی نه سری قرآن است، اینجا گپ نیست در پارلمان مطرح نکنین، بفرمایید. چون مسلمان ها شورا دارن. در شورا چی مطرح میشه؟ او چیزی که در اون نص صریح نباشه. بانک سعودی کار کنه یا نکنه در دفتر پارلمان وقتی که مطرح میشه در شورای مسلمان ها، پارلمان که از کلمه غربی است که مربوط به دموکراسی میشه. پس وقتی که شورای اسلامی باشه، شورای اهل حل و عقد باشه، وقتی که مسئله سود مطرح میشه باشه میگه الله اینجا جای مناقشه نیست، سود حرام است خلاص. اما اگر مناقشه کرد که نه سود باشه 5% باشه یا 4% باشه یا 2% باشه، پس اینا مجموعه از طواغیتی هستند که قانون ضد قانون الله میسازن. پس احیانا طاغوت در لباس چی میباشه؟ در لباس یک اندیشه، یک فلسفه است که این فلسفه لادینی هست، بی خدایی هست. در لباس یک مکتب سیاسی یا اندیشه سیاسی. والله در اندیشه ما چی هست؟ ما سوسیال دموکرات هستیم. چی معنی سوسیال دموکرات؟ والله ما را خوش میاد که اقتصاد اسلامی را خوش داریم، اقتصاد مارکسیستی را خوش داریم. پس این احزاب و گروه هایی که یا اندیشه هایی که اساسی از اینا چی باشه؟ قانونشان در تضاد با قانون خالق باشه، اینی چی هستن؟ طاغوتی هستن. مارکسیسم، لنینیسم، سوسیالیسم، دموکراسی، داروینیسم، فلسفه های عقلگرایی، فلسفه های حسگرایی، ماده پرستا، ماتریالیسم، اینی اکثرا اندیشه هایی هستن مثلا فری مسونرز که شیطان پرستی هست. این کلش گروه های هستن که کلشان به شکل اندیشه در لباس یک طاغوت هستن. این آیت قرآن چی میگن؟ آیت قرآن میگه که فمن یکفر بالطاغوت، خوب متوجه باشین، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اول باید به این فردی که طاغوت است تو کافر شوی، باید به فرعون کافر شوی، به هامان، شداد، نمرود. و به کی کافر شوی؟ به این احزاب طاغوتی که قوانینشان اساسنامهشان ضد قانون الله هست، به این هم کافر شوی. و سوم چه قسم به کی کافر شوی؟ سوم به او اندیشه هایی که اندیشه های ضد قانون الله هست، اندیشه های ضد دین الله هست، ضد قرآن هست. با این اندیشه ها باید کافر شوی. اول باید به این کافر شوی. این حال کسی که تا یکی از این احزاب است و پیروی یکی از این اندیشه ها میکنه، بازی خود کافر به او نشد دیگه، این خود او داخل است.
اول باید اگر در احزاب و در گروه ها و در اندیشه ها هستی، اول اندیشه ها رو اوسو پرتی. قرآن هم تو میگه فمن یکفر بالطاغوت و کل هزی، فرد باشه یا حزب باشه یا اندیشه باشه، به این تواقیت اگر کافر شدی و یؤمن بالله، بعد از ایمان به الله آمد، باز میگه فقط استمسک بالعروة الوثقی، باز میگه این تمسک ورزیده باشی و عروة الوثقی. عروة الوثقی چی میگه؟ ریسمان محکمی هست که یک طرفش در دست تو است، قرآن عظیم شان، و یک طرف دیگهش در ید دست بلاکیف الله سبحانه و تعالی. او وقت باز تو از این ریسمان قلبت مرتبط است با الله و قانون الله را گرفتی به دستت. اونجا هست که فقط استمسک بالعروة الوثقی. پس یکی مسلمان افغانی هست، یکی مسلمان قرآنی. مسلمان افغانی چه قسم مسلمان است؟ مسلمان است که میگه با صد گروه آشنا باش، با خدا باش. یعنی کمونیست شو، سوسیالیست شو، دزد شو، قمارباز شو، بازتر اجازه میتونه با خدا هم باش. یعنی اینجا که شراب فروشا بگرد، باز بگه من با خدا هستم. اونجا که رقاصه ها خوبه مت چکر بزن، باز بگه نه من خب با خدا هستم، با صد. این مسلمان افغانی هست. این اندیشه قبیلوی و قبل از اسلام افغانستان است. اما مسلمان قرآنی کدام مسلمان است؟ مسلمانی است که اول به عادات و رواج ها و گروه ها و احزاب به کافر شود و یؤمن بالله، بعد از به الله ایمان بیاوره. باز اونور قرآن میگه که فقط استمسک بالعروة الوثقی، اینی هست مسلمان قرآنی.